الله. ما چی میگیرن شما؟ سلام دوستان عزیز، امیدوارم دور سعادتمند باشین. بعد از خیلی وقت هاست اومدم در یوتیوب لایو، البته و مصروفیت ها خیلی زیاد است و نمیتونیم ویدیو بانیم، ولی امشب با یک اتفاق خیلی جالب بگویم یا خوشایند بگویم براتون آمدیم، چون تیم گالاتاسرای ترکیه در سوپرلیگ ترکیه برای اولین بار است که قهرمان میشه و این هم از جشن مردم است. ما هم که طرفدار فوتبال هستم، فرق نمیکنه حالا هر کجای باشه میبینم. بعدش هم خواستم که ایره با شما باش اشتراک بگذارم ببینیم و لذت ببریم. هایدی